سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من رضا هستم و امروز قراره که باتری گوشی سامسونگتون رو تقویت کنیم که دیگه زود باتری خالی نکنه. این تنظیمات فقط داره گوشی سامسونگه و برای هیچ گوشی دیگه نیست و قراره که توی تنظیمات خود گوشی سامسونگ کار انجام بدیم. اول از همه وارد خود تنظیمات گوشیتون میشید و وارد گزینه اتصالات میشید و اینجا اگه وای فای یا بلوتوث یا همون NFC و پرداخت بدون مخاطب اینا اگه روشن بود اینا رو خاموشش میکنیم. و اینجا گزینه وجود داره به نام تنظیمات اتصال بیشتر. روی اسکن دستگاه نزدیک کلیک کنیم و تیک اون رو خاموشش کنیم و برمیگردیم عقب. اینجا که برگشتید توی گزینه شبکه‌های تلفن همراه میرید و اگر حالت شبکه‌ای سیم کارتتون اگر دوست داشتید که باتریتون دیگه زود باتری خالی نکنه، حتما روی LTE یا همون 4G بذارید، نه روی 5G، وگرنه اونجا اینترنت زیاد مصرف میکنه و حتما رومینگتون هم خاموش بشه. بعد برمیگردید توی گزینه‌های صدا و لرزش و توی شدت لرزش اونجا چیزا این تعامل لمسی توی وسطه، این تو اینجاست، اینو ببرید روی 0. بعد روی کنترل لرزش صدای سیستم لرزش رو اگه تیکش روشنه اونا رو همش خاموش کن و حتی برای صدا اونا رو کلا همشون رو خاموشش کن، یعنی اینا هیچ به دردی نمیخورن و فقط باتریتون رو مصرف میکنن. توی اعلانا اگه بری هر کدوم از برنامه ها که دوست نداری برات نوتیفیکیشن بیاد اونا رو خاموشش کن. مثلا من دوست ندارم برای شیریت برام اعلان بیاد و مثلا مراقبت از دستگاه یا شیزوکو این دو چیز، مثلا هر کدوم که دوست نداشتید اون رو تیکشو بردارید. مثل گیم کیلر من دوست ندارم، مثل وضع هوا این دو چیزا. بعد برگردید هر کدوم که دوست نداشتید این کار انجام بدید. بعد میرید روی کاغذ دیواری. اینجا که اومدید بچه نگه این دوتا تصویر که اینجا دارید میبینید نگاه کنید. دیگه چیکار خاموش میکنم صفحه روشن‌تر میشه. ممکنه برای شما نمایش داده نشه ولی سعی میکنم نمایش داده باشه. اینو و اگه خاموش کنید صفحه روشن‌تر نمایش میده، ولی اگه دوست باتریتون زود خالی نشه این تیکش رو روشن کنید و بذارید. و میام پایین تو گزینه بیومتریک و امنیت. اونجا گزینه به نام این اشتباه بودم، گزینه شخصی میزنی و اینجا ارسال اطلاعات اربیابی میزنی و دوتا تیکش رو خاموش میکنی و روی تایید میزنی و دریافت اطلاعات بازیابی هم تیکش رو خاموشش میکنید و حتی سرویس شخص سازی اندروید هم تیکش رو خاموش میکنید. بعد گزینه استفاده و API رو میزنید و اینجا اینم خاموشش میکنید و برمیگردید و اینجا روی مکان میزنید و اینجا وقتی روی مکان زدید خب الان خدمات استوری مکان رو خاموش میکنید و حتی دقت مکان و حتی برای هشدارهای زنگ لرزون زلزله این هم خاموش میکنید. بعد روی گوگل میزنید، روی گوگل که زدید روی همه سرویس میزنید. بعد اینجا توی قسمت الان بهتون روی اینجا که زدید روی توصیه نزنید، روی همه سرویس ها بزنید که همشون براتون بیاد. روی شخصی سازی با استفاده از داده‌های همرسانی شده بزنید و تیک هر ستا یا هر چقدر که هست اون تیکاشو بردارید و برمیگردید و اینجا روی قسمت ویژگی‌های پیشرفته میزنید و روی حرکت و اشاره میزنید و هر کدام از دیکا رو برمیدارید و برمیگردید و چند تا گزینه هم داخل گزینه دیولپر آپشن اون تهیه کننده هم داره که اونا رو بزنیدم عالیه. اشکال زده USB اگه نیاز نداره خاموش کنید و اینجا ردیابی سیستم رو بزنید
اگر اندازه بافر روی گزینه سوم یا هر کدام بود روی اولین گزینه بزنید و حتی نمایش کاشی تنظیمات سریع هم خاموش کنید و کنترل اسکن وای فای رو خاموش میکنید و مقیاس پویانمای پنجره رو هر سه تاشو روی آف میذارید. حالا اگه نتونستید من الان یه حالت دیگه هم داره من بهتون میگم. استفاده اجباری از آواز تاریک رو میزنید و محدودیت پردازنده در پس زمینه. اینجا شما حد اکثر رو انتخاب میکنید. اگر روی حد استاندارد بزنید خودش مشخص میکنه چند تا برنامه باز میمونه، اون برنامه بسته میشن یا مثلا بدون پردازش در پس زمینه. یعنی شما یه برنامه که باز کردید حتی اگه برنامه رو کاملا نبندید بره بیرون بیاد داخل، اون برنامه بسته شده. و به نظر من رو گزینه حد اکثر 2 پردازش بزنید یا اگه دوست ندارید بزنید رو حد استاندارد که بهترینش همونه. حالا برای اون سه تا گزینه که روی آف میذارید خب با چیکار کنیم؟ الان توی قابلیت دسترسی میرید و پیشرفت در قابلیت دید رو میزنید و حذف تصاویر متحرک رو میزنید. گوشیتون سریعتر میشه و برای باتریتون هم خیلی عالی. حتما روی گوشیتون روی صفحه اصلیش نگه دارید، روی تنظیمات بزنید و روی درباره صفحه اصلی بزنید. اگرم هنگی یا مثلا مشکل تاچ داری اینو آپدیتش کنید. برای من جدیدترین نسخهش نصبه. مرسی که تا اینجا اومدی. حداقل یه دونه ساب بزن. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.